برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور، اصلاح الگوی مصرف ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما اصلاح الگوی مصرف چه مفهومی دارد؟ چه کسی در این زمینه بیشتر مسئولیت دارد؟ تلاش خواهیم کرد در سلسله گزارش‌های اصلاح الگوی مصرف به سوالاتی از این قبیل پاسخ دهیم. سلام، روز تولدتون قدم نورسیده، شب یلدا، سال نو میلادی مبارک باشه. ضمناً نور به قبرتون بباره. خواستم خلاصه کنم تا صرفه‌جویی کرده باشم. من غلام قیانوری هستم و میخوام نزد امت همیشه در صحنه برم و ببینم دستور مقام عظما در رابطه با اصلاح الگوی مصرف یا همون جیره‌بندی خودمون رو چطور اجرا میکنن. بریم که با هم داشته باشیم. غلام قیانوری. آقا چه خبر شدی؟ والا نمیتونم، منم تازه رسیدم. نه منظورم اینه که خودت چی شدی؟ چرا این کارو کردی؟ والا میخواستم سوار آسانسور شم، یاد توصیه های مقام عظما افتادم. گفتم برای اینکه در مصرف برق صرفه جویی بشه خودم از اون بالا پرت کردم پایین. آقا نوری بریم. آقا بعد از دستورات مقام عظما در رابطه با سال صرفه جویی، استفاده از شیر عموم، حتی لگن حرام. آقا حرامه. اینا همه مظاهر استکبار جهانی هستن. منم میخوام به عنوان یه بسیجی صرفه‌جو، همونطور که آیت الله آیری شیرازی صرفه‌جویی میکنن، منم میخوام با یه قطره آب دوش بگیرم. آقا بیا دقت کن. آقا بگیر فیلمه. آقا بگیر رو ضبطه. آقا یه قطره آب. بیا این یه قطره آب. شامپورم بده من. شامپورم بده. اینم شامپو. آقا قیانوری این میکروفونم بگیر. آقا اینم شامپو. آقا میخوام الان چی دوش بگیرم با یه قطره آب. بزن. کنی تمه دقت کنم قشنگ کف میکنه و من راحت. سوختم. آی چشم کات نگه. آقا غلط گور بابای مقام عظما کردن اون مظهر استکباری. بده من. نمیدونم چیکار کنم. آقا شیلنگ بدم. بیا تو گور بابای مقام عظما کردن. برادر شما چرا این شکلی شدید؟ من در راستای اجرای منویات مقام عظمای ولایت و برای اینکه بتونم این مشت محکمی به دهان استکبار بزنم، همه مسیرامو از سمت راست یه طرفه کردم. برای اینکه صرفه‌جویی بشه در مصرف هوا، به این صورت نور و صدا. همینجوری من صرفه‌جویی کردم به قول مقام عظما که میگه طیب الله کل مصرفاتکم. هوا یه طرفه، همه یه طرفه. یک الگوی مصرف نمونی. الو سلام کلور جان، سلام. ببین آقا امشب جشن تولد آقای محصولیه. جان نه آقای محصولی دارم میگم. آره همه از دولت هم میان. آره دیگه خب همه میان. نه آره در راستای صرفه‌جویی میخوام یه نون پنیری امشب بزنیم، یه حاضری چیزی همونجا آماده کنیم با هم دیگه باد بزنیم. بذار کنگی تو چه بری. آره قربان. ببین فقط یه سفارش میخوام بدم. 40 تا بره شکمپر بریون برای امشب برده بیار. فقط خواهشاً 40 تا باشه دیگه. اون دفعه 41 کی آورده بودیم، مقام عظما پاک ما رو دعوا کرد. شست گذاشت ما رو کنار. خب آخه اسراف دیگه. مجبور شدین آقای فیروزآبادی، مقام عظما بده آقای فیروزآبادی اون یه دونه بره رو کامل بزنه. آره دیگه. ببین سر هدیه ها هم تو از طرف من همه بچه‌ها بگو، همه بچه‌های از هیئت دولت که دارن میان، یا نقدی یا جنس. آره. یهو اون دفعه یکی برداشته بود 60 میلیون تومان نقدی آورده بود، یه کادیلاک هم انداخته بود کنارش. یا کادیلاک یا 60 میلیون. آخه اسراف دیگه. الان تو سال صرفه‌جویی هستیم دیگه. آره. ببین الان من داره پول تلفنم زیاد میشه. برای اینکه صرفه‌جویی کنم میرم با تلفن وزارتخونه زنگ میزنم. آره قربان تو. خدا 40 تا قربان تو. خداحافظ. عجب ماشین. برادر شما چیکار دارید میکنید؟ من در راستای اجرای اوامر مقام عظما از صرفه‌جویی در مصرف عینک شروع کردم. تیترای درست روزنامه رو بدون عینک میخونم، ریزاشم عینک میزنم. باریکلا. میشه بفرمایید دیگه چه کارهایی در این راستا انجام دادید؟ من قدم‌های جدی در مسیر الگوی اصلاح مصرف در سطح خانواده برداشتم. مشخصاً برای پسرم پفک خریدم، روش نوشتم هر 8 ساعت یک عدد. بهش گفتم اگه درسشو بخونه میبرم از جلوی بستنی فروشی ردش میکنم. آقای دکتر لطفاً یک توصیه پزشکی در راستای گفته‌های مقام عظما و سال اصلاح الگوی مصرف برای بینندگان عزیز ما بفرمایید. بله در همین راستا الان مثلا من از قیافه شما خوشم نمیاد. به جای اینکه بهت اخم کنم که با این اخم کردنم باید 42 تا ماهیچه صورتم رو به حرکت در بیارم و ازشون استفاده بکنم،
یه کار دیگه هست که فقط از 4 تا ماهیچه استفاده میشه. چه جالب. میشه اینو به بیننده های ما هم نشون بدید؟ بله خواهش میکنم، اجازه بفرمایید. واقعا جالب بود. امیدوارم این برنامه مورد توجه مقام عظما قرار گرفته باشه و مشت محکمی به دهن استکبار زده باشه با 4 تا ماهیچه. من دیگه بیشتر از این مصاحبه نمی‌کنم تا صرفه‌جویی کرده باشم. خبرنگار صرفه‌جویی واحد مرکزی خبر قین قاف. اما قلوب قیانوری دیگه صرفه‌جویی کردم. اگه اهل قصه نیستی